یه دختر رو توی 10 تا چجوری میتونی از دست بدی؟ یک، وقتی که پیام میده سری جوابشو بده بدون مکس. دو، بهش نشون بده که خیلی برات مهمه. سه، براش هدیه بخر. چهار، برات با دوستات به خاطر اون کنسل کرد. تو حالا زندگی نداری که. صبح بخیر بهش بده، کوتاه نه طولانی. 6، نگرانیات براش بگو. امثال این دوستمون کاملا یا نقطه مقابل اون خانم چیز تو زیان قرار میگیرن، شروع میکنن فالوور جمع کردن، جذب، همینجوری لایک کامنت اینجوری میکشن میان بالا. چیکار میکنن با من و توی شنونده و بیننده؟ تو الان به عنوان یک پسر یا مرد میاد تو ذهنت که مختره پرید به این دلیل بودا، من فکر کنم یکی از این 10 تا کارو کردم. نه عزیز من، نه قربونت برم، اون دختری که میخواد با اینجور چیزا بپره بپره، خوش اومد. ولی اون خانوم، اون دختر، اون بانویی که از لحاظ روان، از لحاظ شخصیت سالمه، اینجور چیزا رو نیاز داره. نیاز به احترام متقابل داره، نیاز به خرج عاطفی داره، خرج زمانی داره، از خودگذشتگی. یک رابطه سالم اینا رو نیاز داره. اینا چیزی نیست که تو بذاری و طرف فرار بکنه بگی خب فرار کرد. کار درست و منطقی اینه که به یک خانوم، به یک دختر خانوم این مسائل رو بدی. اگر موند که لایک، تو رابطه رو بردی و یک رابطه خیلی خوبی رو قرار داشته باشی. اگرم قرار شد بپره، خب بذار بپره، نه اینکه این کارا رو نکنی به هوا اینکه نپره. عاشق این تعداد لایک و شیر و کامنت هم واقعا